سلام بچه‌ها، آموزش از بین بردن زنگ زدگی. وسایل زنگ زدن ما میخوام زنگش از بین ببریم. وسایل مورد نیاز برای از بین بردن زنگ زدگی: یه دونه شارژر خراب، یه دونه لیوان مسی با آب نمکی که توش قاطی می‌کنیم می‌ذاریم، و شارژر خراب رو به برق وصل می‌کنیم و شارژر رو گیراشو وصل می‌کنیم به لیوان مسی و بعد داره میخوای زنگ زده رو می‌ذاریم توی این لیوان. می‌بینیم الان یه اتفاقایی داره میفته که داره الان لیوان مسی داره اینا رو زنگاشون رو میبره. می‌بینیم که داره یه صدایی هم ازش میاد. چند دقیقه وای میسیم که این واکنش نشون بده به این. الان داره دو زنگا رو از بین میبره. ببینید وسایل مورد نیاز برای ساخت این یه دونه دو تا گیره است با یه دونه لیوان مسی و کمی آب نمک برای از بین بردن زنگ زدگی میخ یا هر وسیله‌ای که زنگ زدن میتونید